درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 20. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. این کتاب монография درباره بدیل پیش از همه درباره حیات و ایجادیات بدیل نقل می نماید و اثری برجسته علمی به حساب می رود. از یک طرف از حجت‌های گوناگون تاریخی نوشته شده باشد، از طرف دیگر در اساس نگاشته‌های خود شاعر قلمداد گردیده است. استاد صدرالدین عینی با نگاشته‌های خود به هر یک اثر بدیل بهای حقیقت نگارانه داده است. برتلس. شما وصاف مظلومان و ستمدیدگان روزهای گذشته نزدیک فئودالیسم، مبارزه ضد ساخت کهنه بی‌حقوقی و اسارت بوده توانستید که در آن چنان که آدینه و یادگار دیروزه اولین شده صاحب حقوقهای انسانی، نیک و احوالی و بخت و سعادت گردیدند. برونو یاسینسکی. یادداشت‌ها از جهت روشنی بیان و آبرسای عجیبش به قصه و افسانه‌های شرق مانند است که هر یک جملهش تأثیر بخش بوده در لوح خاطر کس نقش می‌بندد. اندره ژید. شهرت عینی بیرون از سرزمین بیکنار و سرملت ما پهن شده است. اثرهای صدرالدین سید مرادویچ با زبانهای انگلیسی، نیمیسی، پالیاکی و دیگر زبانهای جهان ترجمه شدند. کمیساروف. عبدالله خان ابن اسکندر خان، وفات 1600 هجری. به جوانمرد علی خان والی سمرقند نوشته از تذکیره نامه خسروانی صدیق خانی حشمت. دلا برکن امید از قرشی و بگذر ز کاسانش، که مشتاق سمرقندم بدو طاق نمایانش. به بازاری پولش بگذر که تا بینی به هر سوی پریروی سیه چشمی که گردد عقل حیرانش.
باید مراد از بازاری پولی سفید باشد، زیرا در زمان سابق جای سیرانگاهی سمرقند پولی سفید بود. بلو بر تخت خوش بنشین، سلیمانوار عشرت کن، که جان را تازه می دارد هوای باغ میدانش. جواز کاغذ و پشتی رسد، فصلی بهاری دل دهد یاد از حریم جنت و فردوس و رضوانش. همیشه آرزوی خان همین باشد که در عالم رود سوی مزار شاه و گردد از غلامانش. باقی درزی بخارایی از شعرای عصر 10 و 11 هجری. در مرثیه خواجه محمد امین، خواجه کلان جویباری که وفاتش در سال 1005 واقع است، باقی این غزل را نوشته. از سید راقیم. سلام من کی برد بعد از این به حضرت تو، که هر کی رفت نیامد ز ذوق خدمت تو. جدا ز بزم تو چون شمع سوزم و گویم، سزای آن که ندانیست قدر صحبت تو. تو آن نی که فراق تو کاری خود نکند، من آن نیم که گذارد مرا محبت تو. اجل به شام فراقش مساز منت دار، مرا جدایی او می کشد چه منت تو. سکوت بهتر از این آه بی اثر باقی، از آن چه سود که غیری کند نصیحت تو. در فتح کردن باقی محمد خان بلخ و حصار شادمان را، باقی درزی این رباعی را به طریق تعمیه نیکو انشاد کرده. رباعی: شاهی که ز عدل اوست آراسته دهر، دهر از عدلش به تازگی یافته بهر. بگرفت حصار و بلخ در عهد 2 ماه، کلکم پی تاریخ رقم کرد 2 شهر.
1010. تاریخ وفات خواجه عبدالخالق و مولانا پاینده که در سال 1010 هجری وقوع یافته بود، باقی در زی تاریخ زیل را به لباس معما دوخته. دو بزرگ از جهان رفتند و بردند، قرار و صبر از دلها سراسر. بروی سینه ها از بحر تاریخ، رقم کردند آه دل مکرر. پوشیده نماند که آه دل یعنی آه قلب که عبارت از 10 است، هرگاه مکرر شود 1010 می شود که رقم مطلوب است. میرحاجی سمرقندی در تاریخ مدرسه شیردار که از بنای یلنگ توش بهادور است و در ریگستان سمرقند رو بروی مدرسه میرزا اولوغبیک واقع است، این قطعه را نوشته. از تاریخ سید راقم قطعه: امیری صفدری عادل یلنگ توش که آمد، پی مدیح کمالش زبانی ناطقه پردور. بنای مدرسه کرد آنچنان که زمین را، به اوج چرخ رسانید از آن لوای تفاخر. به سالها نرسد بر فراز طاق رفیعش، حریفی پرفنی اندیشه با کمند تفکر. به قرنها نرسد بر سری مناری منیعش، عقاب عقل به نیروی سعی و باری تدبر. چو راست کرد مهندس نمونه خم طاقش، فلک ز ماه نو انگشت می گزد ز تحیر. یلنگ توش بهادور چو بود بانیش آمد، حساب سالی بنایش یلنگ توش بهادور. 1028. هرچند تاریخ وفات میرحاجی معلوم نیست، ایام حیاتش از تاریخ فوق معلوم است.
امام قلی خان ابن دین محمد خان والی بخارا وفات در مدینه منوره سال 1054 از آتشکده. رباعی. در دهر اگر سینه فگاریست منم، واندر ره اعتبار خاریست منم. در دیده من اگر فروغیست تویی، در خاطر تو اگر غباریست منم. قاسم خان ابن خسرو خان ابن ندیر محمد خان است. در سال 1068 هجری که حکومت حصار شادمان داشت و به فرمایش عمش عبدالعزیز خان و عم دیگرش که سبحان قلی خان بود و به بلخ حکومت داشت لشکر کشیده بود، پس از صلح و آشتی به فرموده سبحان قلی خان به غدر کشته شد. از تذکیره صدیق خان حشمت. نی به بلبل هم نشین و نی به گل هم خانه باش، هر کجا شمع جمال شعله زد پروانه باش. راستگویی در زمان ما نمی آید به کار، چون گلی رعنا دورنگ و صدزبان چون شانه باش. بر روی یار دیده گریانم آرزوست، چون گل هزار چاک گریبانم آرزوست. دارم دوایی سنبلی زلفی پریوشان، یک چند روز طبع پریشانم آرزوست. قانی نیم به دیدن رخسار مهوشان، چیزیست در ضمیر دلم آنم آرزوست. قوت به غیر خون دل خود نمی خورم، در بزم دوست دیده گریانم آرزوست. هستم بلند مرتبه قاسم در این جهان، در زیر چرخ تخت سلیمانم آرزوست. دنبال آن غزاله وحشی دویدنیست،
جور و جفای لاله عذاران کشیدنیست. زاهد کند به خرقه و دستار رهزنی، دامن ز راهی پرخطری زود چیدنیست. فریاد ما نمی رسد از هیچ ره به گوش، گوشی سپهری زالیدنی را کشیدنیست. با عارض تو دیدن یوسف چه نسبت است؟ روی سیاهی کج نظران را ندیدنیست. آب حیات می چکد از حقه لبت، لعل لبی تو را به هوسها گزیدنیست. قاسم جواب آن غزلی صایب است این، لعل لبت گزیدنی و هم مکیدنیست. عبدالعزیز خان ابن ندیر محمد خان واری بخارا بوده. سال 1091 هجری به سن 74 سالگی از حکومت استعفا داده عازم حجاز گردیده. پس از ادای حج سیر هندوستان کرده در آنجا وفات یافت. نعش او را به مدینه برده در گورستان بقیع دفن کردند. در وقت سفر حج به برادرش سبحان قلی خان که جانشین او شده بود این غزل را نوشت: از تذکیره صدیق خان حشمت. جوهر شمشیر غیرت پیچ و تاب از من گرفت، موج این دریای ساکین اضطراب از من گرفت. بحر من در هیچ موسم نیست بی جوشی نشاط، گریه شادی کند ابری که آب از من گرفت. خواب من 100 بار از دولت بود بیدارتر، خواب را در خواب بیند هر که خواب از من گرفت. در دل ویرانه من گنج ها آسوده است، وقتی آن کس خوش که این ملک خراب از من گرفت. در غربت نوشته.
یاد ایامی که ما هم روزگاری داشتیم. شهریاری شهر خود بودیم و یاری داشتیم. تیره بختی کرد ما را این چنین بی اعتبار، ورنه هم پیش مردم اعتباری داشتیم. بر سریر مملکت بودیم خوش عبدالعزیز، در میان مردم عالم دیاری داشتیم. از آتشکده. صاحب آتشکده این بیت را به نام عبیدالله خان می نویسد، لیکن عبیدالله خان را از شاهزادگان ازبیک است و در زمان شاه سلیمان صفوی در این دولت پناه آورده است گفته توصیف می نماید. از آنجا که در مورد سفر حجی عبدالعزیز خان به شاه سلیمان صفوی چند مهمان بودنش و از او رعایت دیدنش تاریخاً ثابت است و سفری عبیدالله نام را از ترکستان در عهد شاه سلیمان کسی روایت نکرده است، معلوم می شود که در آتشکده از وضع اسم خطا رفته است. به سنگ رخنه شد از بس گریستم بی تو، زی سنگ سخت ترم من که زیستم بی تو. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 20 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردانی گفتار شیرالی نغزلی.